طبق تحقیقات از هر 3 نفر حداقل 1 نفر فوب شدن رو در موقعیت‌های اجتماعی تجربه کرده. فوب شدن تجربه اطرافیان ماست وقتی ما اعتیاد به گوشی موبایل و شبکه‌های اجتماعی رو تجربه می‌کنیم که اصطلاحاً بهش میگن فوبینگ. اعتیاد به گوشی موبایل به دلیل ترس از عقب افتادن. اینکه اگر یک لحظه توی سوشال میدیا نباشم، استوری های اینستاگرام رو چک نکنم، احتمالاً یک دیتای مهم رو از دست میدم. فوبینگ خیلی از روابط اجتماعی، مخصوصا روابط عاطفی رو خدشه‌دار کرده. اگر در اطرافیانت شاهد این ویژگی هستی یا خودت به دلیل فوبینگ باعث آزار و اذیت اطرافیانت میشی یا باعث میشی احساس کنن که آدمای بی اهمیتی هستن که تو اونها رو نادیده میگیری، تجربه خودت رو توی کامنت برام بنویس.